بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک ما درس‌های خود را برای الله تعالی دوام می‌دهیم از شرح کتابی درس‌های زبان عربی برای کسانی که با عربی حرف نمیزنند. از قسم یکم درس امروزی ما بعون الله تعالی الدرس الخامس عشر، یعنی درسی 15. درس 15 در اصل گیریم، خیلی که در اصل درسی 14 من انتم بود موضوعش، این من انتون نمی باشد. اما یعنی در شرح دیگر یعنی چیزها را نیز ذکر کند. گفت است که ضمائر المخاطب، ضمیرهای مخاطب. انت ضمیر للمخاطب المفرد المذکر. البته خوب میشد که میگفت انت ضمیر منفصل، میگفت خوبتر میشد. للمخاطب المفرد المذکر، انت طالب تو دانشجوی هستی، انت معلم تو معلم هستی، انت مجتهد یا محمد تو مجتهد کوشش کننده هستی ای محمد. خب انتی ضمیر منفصل للمخاطب المفرد المؤنث، انتی طالبه تو دانشجوی دختر هستی، انتی معلمه تو معلمه هست، انتی مجتهده یا فاطمه ای فاطمه تو کوشش کننده هستی. انتم ضمیر منفصل للمخاطب الجمع المذكر، انتم طلاب شما دانشجوی هستید، انتم معلمون شما معلم هستید. طلاب جمع شکسته است و جمع تکسیر، معلمون جمع مذکری سالم. انتم مجتهدون یا طلاب المعهد، شما کوشش کننده هستید و که کوشش کننده ای دانشجویان دانشگاه. انتن ضمیر منفصل للمخاطب الجمع المؤنث، انتن طالبات شما طالبه هستید، انتن معلمات شما معلمه هستید. انتن مجتهدات یا طالبات المعهد، شما کوشش کننده ای طالبه های معهد. از بس که طالبات کی جمع مؤنثی سالم می باشد با کسر آمده ایستاده است به جای فتحه، زیرا هم خیلی میشه عکسی غیر منصرف. كاف المخاطب للمفرد المذكر، يعني كاف المخاطب ضمير متصل، میگفت خوبتر میشد. كاف المخاطب ضمير متصل يعني مفرد المذكر. كيف حالك، احوال تو چطور است. بيتك جميل، خانه تو زیباست. اهذا عمك يا اخي، آیا این عمکی توست ای برادر من. كاف المخاطب جميل، خانه تو زیباست. اهذا عمك یا اختی، آیا این عمکی توست ای خواهر من. كاف المخاطب كم، يعني ضمير متصل للجمع المذكر. كيف حالكم، احوال چطور است. بیتکم جمیل، خانه شما زیباست.
هذا عمكم يا إخوان، وإن عمك شموس أي برادرها. كيف المخاطب كنا ضمير متصل للجمع المؤنث. كيف حالكن أحوال شما شتاو راست خطاب زنها. بيتكن جميل خانه شما زيباست. هذا عمكن يا أخوات، وإن عمك شماست أي خواهرها. كاكيكم كنا تسمى ضمائر متصلة. در آخر گفته شو اینا را فهمیدید؟ اینها را ضمیرهای متصله نامیده می شود. چرا؟ لأنها تكتب متصلة بالكلمة ولا تكتب ولا تنطق وحدها في أول الكلام. اینو ما در اولی درس ها گفته بودیم. چرا اینها را ضمیرهای متصله نامیده می شود؟ زیرا اینکه اینها را با کلمه پیوسته نوشته می شود و اینها را نوشته نمی شود و نطق کردن نمی شود در تنهایی در اولی کلمه. یعنی مستقل اینها را نه نطق کردن می شود در اولی کلام و نه چی و نه خوانده می شود. این بیتک، این بیتکی، این بیتکم، این بیتکن. دیده در آخری اسم پیوسته آمده. این که نمیشه یکی که گفته یکی کی کم کن نگفته ابتدا کردن نمیشه. جدول للضمائر المتصلة بالفعل. جدول برای ضمیرهایی که با پیوسته می باشند. المفرد المذكر المتكلم انا ذهبت. المفرد المؤنث المتكلم نيز أنا ذهبت مشبه. المفرد المذكر المخاطب أنت ذهبت. المفرد المؤنث المخاطب أنت ذهبتي. ونكي در اول آمده باید ضمیرهای چی منفصل می باشن. الجمع المذكر المتكلم نحن ذهبنا. نحن ضمير منفصل أسود نا متصل. الجمع المؤنث المتكلم نحن ذهبنا. نحن منفصل نا متصل. الجمع المذكر المخاطب أنتم ذهبتم. أنتم منفصل تم متصل. الجمع المؤنث المخاطب أنتن ذهبتن. أنتن ضمير شيء منفصل تن متصل. جدول للضمائر المنفصلة. جدول برای ضمیرهای منفصله، ضمیرهای متکلم. المفرد المذكر أنا طالب. المفرد المؤنث أنا طالبة. يعني برای مذكر ومؤنث يكسون. الجمع المذكر نحن طلاب. الجمع المؤنث نحن طالبات. المخاطب المفرد المذكر أنت طالب. المفرد المؤنث أنت طالبة. الجمع المذكر أنتم طلاب. الجمع المؤنث أنتن طالبات. الغائب المفرد المذكر هو طالب. المفرد المؤنث هي طالبة. الجمع المذكر هم طلاب. الجمع المؤنث هن طالبات. متکلم شخصی سخنگوینده را گویند. شخصی یکم. مخاطب شخصی را گویند که با وی سخن گویند. شخصی دویم. الغایب غایب شخصی سیم را گویند. شخصی را گویند که سخن از وی گویند. با وی نیو از وی گویند. الضمائر المنفصلة تكتب وتنطق في أول الكلام. ضمیرهای منفصله را نوشته می شود و در اولی کلام نطق کرده می شود. قبل و بعد. قبل و بعد و اسمی را که بعد از این دو ذکر کرده می شود یا که می آید مضاف الیه می شود. سافر أبي قبل أسبوع.
پدرم یک هفته پیش سفر کرد. خرجت بعد از درس برآمدم. ذهبت الى المسجد قبل الاذان. پیش از اذان به مسجد رفتم. اسافر بعد الشهر. بعد از یک ماه سفر میکنم. قبل اسبوع. قبل ظرف زمان. اسبوع مضاف الیه. بعد الدرس. بعد ظرف زمان. الدرس مضاف الیه مجرور بالمضاف. قبل اسبوع خطأ. بعد الدرس خطأ. اکنون بارک الله فیکم یک چیز گفتنی هستم که سوال به میان می آید که اگر حرف جر در سری داخل شود، در سر اینها داخل شود، چی می شده باشد؟ گر مبادا بینید که حرف جر داخل شده است، فهمیدید؟ و بعد از اینها مضاف الیه باشد، فهمیدید؟ مضاف الیه ذکر شدگی باشد، جر می شود. از یادتون نمارد اگر در سری کدامی از اینها حرف جر آمده باشد و بعد از اینها مضاف الیه آمده باشد، در این حین اینها را جر خوانده می شود. فهمیدید؟ اگر مبادا مضاف الیه را ذکر کردن نشود و حرف جر آمدگی باشد، در آن حین مبنی بر دم می شود در محل جر با حرف جر. برای چی مبنی شد؟ برای خاطر از اضافه قطع شدنش. من قبلو من بعدو می شود. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.